19 فروردین 1390 رو همه شما به یاد میاریم. در این لحظاتی بود که شما در آتش و خون در میانه نبرد باهنگی ها، گلوله ها، انبوه شهدا، مجروحین و شما این که اون صحنه رو اداره میکردید و پیش میبردید. من هم از راه دور با دردی بسیار و تب و تابی که هر لحظه با شما بودم نمیدونستم چه بکنم. اگرچه که درد و رنجش بسیار بود، اما در مقابل ایستادگی و پایداری شما علیرغم تمام دردها و رنجها سرفراز بودم که چنین مجاهدینی در چنین دوره و زمانی چنین تاریخ و تاریخچه‌ای رو رقم میزنند. و امروز به یمن همه اون خونها، به یمن آبشاری از خون تک تک اون شهدا، به لطف خدا امروز همه شما اینجا حی و حاضرید. این بزرگترین نعمت برای من و البته دینی است بر گردن من و تک تک شما به تمام اون شهدا و اون خونها، با درود بر تمامی اونها و درود بر شما که راه اونها و پرچم اونها رو بر زمین نگذاشته و از دست نداده اید. درود بر همه شما. هموطنان عزیزم، از اونجایی که از اینجا داریم صحبت میکنیم و صدامون رو همه هموطنان هم میشنوند، هموطنان عزیز، خواهران و برادران گرامی، در اینجا جمع شده ایم برای بزرگداشت 6مین سالگرد حماسه فروغ اشرف در 19 فروردین سال 1390. یک پایداری خیره کننده، یک نبرد پر افتخار و یک رویارویی نابرابر میان دستهای خالی اما قلبها و سرهای پرشور با قوای سراپا مسلح دولت دستشانده ولایت فقیه در عراق. در آن روز حامی‌ها و زرهی‌های دشمن از روی تنهای مجاهدین عبور کردند. گلوله‌هایشان سینه‌ها و سرهای مجاهدین و بسیاری از شما را از هم شکافت و 36 مجاهد خلق جانهای بیتاب خود را نثار آزادی ایران کردند. اما در پایان نبرد طرف عاجز و درمانده خامنه‌ای بود و مالکی که در تسخیر اشرف شکست خورده بودند. حالان که این مجاهدین بودند که به رغم همه داغ‌ها و جراحت‌ها و شهادت‌ها سرفراز و پیروز پرچم آزادی را برافراشته نگاه داشتند. درود بر همه شما. درود بر خواهران عزیز و شهیدم، آسیه رخشانی، فاطمه مسیح، مرضیه پورتقی، نسترن عظیمی، فائزه رجبی، مهدیه مددزاده، شهناز پهلوانی و صبا هفت برادران، قهرمانانی که از همان روز با رزم و پاکبازی و با خونهای مطهر خود پیشاپیش 1000 زن قهرمان بنای عظیم شورای مرکزی جدید سازمان مجاهدین خلق ایران را بنیاد گذاشتند.